دیگه نوبتی هم باشه توی ترم طبیعت بعد گل آموزش بدم. فقط هم یه نکته داره، گلبرگ‌ها کلا یه پرچم گل دارن که تمام گلبرگ‌ها رو نگه می‌داره. پرچم گلم به صورت دایره یا بیضی وسط گل دیده میشه. حالا بعضی از گل‌ها هم هستن مثل گل رز که اصلا پرچم گلشون رو ما نمیتونیم ببینیم. برای کشیدن اینا هم کافیه که از همون اولم گلبرگ بکشی. برای کاکتوس فقط مثل یه حالت فرم بادومی شکل یا بیضی بکشید و برای مارکر زدنش هم کافیه که از 2 تا رنگ مارکر استفاده کنید، از سبز کمرنگ و پررنگ. من اینجا استفاده کردم. برای تمام گل‌هام هم از 2 تا رنگ مارکر کمرنگ و پررنگ استفاده کردم. برای طراحی و رنگ‌آمیزی گل رزم کافیه که مارکر قرمز یا هر رنگی که می‌خواید از مرکز گل شروع کنید به رنگ‌آمیزی کردن، چرا که همون رنگم یه حالت پرسپکتیو به گلمون میده. حالا یه نکته اساسی بگم، اینکه هر چقدر خواستید با مارکر یا با مداد رنگی کار کنید همیشه حرکات دورانی انجام بدید، چرا که کارتون خط نمیندازه و هیچ ردی توی کارتون اتفاق نمیفته. اینم شد کل گل هامون که حالا هم رنگش و هم طراحیشو کامل یاد دادم. بعد از این تو پست بعدی حتما آموزش ابر رو میخوام بدم، پس اصلا به هیچ عنوان از دستش نده.